اهل معارف شهر خوجند برای در عمل تطبیق نمودن دستور هدایت‌های اساسگرای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتیشان به مجلس عالی نشاندادهای رئیس ولایت سوق رجب‌های احمدزاده سپارش‌های رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده را برای تربیت و به کمال رسانی خوانندگان بالایقت و وطندوست و برای نائل گشتن بر نشاندهنده‌های نظررس از تمام اقتدارهای و امکانات‌ها ثمراناک استفاده برده ایستادند. این بود که سال خوانشی 2021-2022 در المپیادهای ولایتی 86 نفر و در المپیادهای جمهوریوی 116 نفر خوانندگان شهر خوجند مقام‌های افتخاری را به دست آوردند. دسته مکتبچگان لایقتمند شهر خوجند در المپیاد فنی جمهوری از فن‌های تعلیمی شرکت ورزیده. در المپیاد جمهوری با گرفتن بیش از 116 جایزه افتخاری، این هم باشه 20 نفر با مدال طلا، 25 نفر با گرفتن مدال نقره و 71 نفر صاحب مدال برنجی گردیدند. همچنین خوانندگان لایقتمند شهر خوجند در المپیادهای بین‌المللی لایحه‌ای فاصله فنی اشتراک نموده با گرفتن بیش از 332 جاهای افتخاری. در اکادمی خرد علم ها باشد برای گرفتن 118 جاهای افتخاری سزاوار گشتند. لیسه فیزیکی متماتیکی رقم 1 از مؤسسات تعلیمی پیشقدم شهر خوجند بوده. خوانندگان با اشتراک خود در المپیاد و آزمون‌های جمهوریوی و بین‌الخلقی پیشرفتی را اختیار نمودند. سال روان از ختم کنندگان لیسته 41 نفر برای گرفتن نام دانشجویی به دانشگاه فیزیکی تکنیکی شهر مسکو، دانشگاه دولتی تکنیکی شهر مسکو به نام باومن، دانشگاه تکنولوژی اینفورماسیونی مکانیک و اپتیکی شهر سنت پترزبورگ، دانشگاه کیمیایی تکنولوژی به نام مندلیف، دانشگاه انرژتیک و اقتصادی شهر مسکو، دانشگاه تکنیکی اوفا، استانبول، آمریکا و یک قطار کشورهای اروپایی مشرف گردیدند. همه ختم کننده های لیسه و دانشگاه های عالی تکنیکی و دانشگاه های طبی عالی هم جمهوری تاجیکستان و هم بیرون از آن داخل شده ایستادند که این محض آن را نشان می‌دهد که لیسه که با روی فیزیکی متماتیکی تعلیم به راه مانده شده است، همین ساحه‌های مختلفی تکنیکی را در بر می‌گیرد. در لیسه پلی‌تکنیکی شهر خوجند با مقصد تقویت بخشیدن به آموزش فن‌های دقیق، علم و تکنیکا، اختراعکاری و نوآوری و تشکل تفکر تکنیکی، اینچنین بلند برداشتن ذوق کتابخوانی در دایره آزمون فروغ صوفی دانای کتاب است. یک خطا چاره‌بینی‌ها را پیاده نموده و کامیابی‌های نظررس مشرف گردیدند. از اعلان گردیدنی 20 ساله آموزش رشد فن‌های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی خیلی خوشنود گشتم، زیرا که سال جاری در المپیاد جمهوری فنی فیزیک جای سعیم را اشغال نموده خیلی خوشنود گشتم. پس از ختم مؤسسه تحصیلاتی عمومی حجت‌های خود را به دانشکده پلی‌تکنیکی سپردم تا که برنامه‌ساز شدن می‌خواهم. در دوره انتخابی آزمون بین‌المللی از فن شیمی را خط گرفتم که دوم توری آن در خطای می‌گذرد و من برای نائل گشتن به سزاوار جایهای نمایان با استادم بسیار آمادگی دیده ایستاده‌ایم. جامعه پداگوژی مؤسسه تعلیمی غیردولتی مکتب پولاتوف برای تربیت نمودن طالب علمان صاحب استعداد و بلند برداشتن سویه دانش نسل نورست، تربیت نمودن مهنت دوستی، زیبایی پرستی و تحمل پذیری، محبت به وطن پیوسته تدبیرها اندیشیده ایستادند. همه ساله بیش از 80% ختم کنندگان این مؤسسه تعلیمی خصوصی به دانشگاه‌های خارجی دور و نزدیک طبق کواتا و آزمون‌ها داخل می‌شوند. ما به طفیل دستگیری و مهربانی‌های پرزیدنت کشور پیشوای ملت امالی رحمان بنای نوی مؤسسه ما افتتاح یافت. در بنای نو تمام شرایط مهیا بوده، بعضی مادی تکنیکی مستحکم کرده شده است و تمام شرایط ها را برای خوانندگان ما فراهم آورده شده است. باید بگویم که سال تحصیل جاری بسیار شاگردان ما با موفقیت‌های زیادی صاحب شدند. 30 نفر خوانندگان ما در المپیاد شهری جایهای نمایان را سرفراز گشتند. در المپیاد ولایتی 20 نفر صاحب جایهای نمایان گشتند و 15 نفر در المپیاد جمهوریوی صاحب جایهای یکم، دوم و سوم را سزاوار گشتند. هر سال ختم کنندگان ما پرره 100% به دانشگاه‌های عالی کشور داخلی و برون مرزی داخل میشوند و سال سپری شده ایستاده نیز قریب 80% آنها در دانشگاه‌های عالی خارجی کشور داخل گشتند.
дар муассисаи таълимии давлатӣ барои хонандагони болоиқати шаҳри Хуҷанд бо ҷонлок намудани маҳфилҳои химикони ҷавон, бостоншиносӣ, ҳунарҳои миллӣ, шоҳмод, физикони ҷавон ва ғайра дастовардҳои назаррас ва намоёнро соҳиб гардиданд. хонандагони болоиқати муассиса аз олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва озмунҳои байналхалқӣ медалу ҷоизаҳоро ба даст оварданд. дар шаҳри Душанбе даври интихобӣ ба озмуни байналмилалӣ аз фанни химия баргузор гардид, ки ман дар он ҷо роҳхат ба даври байналмилалӣ гаштам, яъне озмун дар ҷумҳурии халқии Чин баргузор мегардад, ки ман ватани азизам Тоҷикистон ва инчунин муассисаамро дар он ҷо муаррифӣ месозам. дар оянда мехоҳам муҳандиси фанни химия бошам ва ба саноати ҷумҳурии Тоҷикистонамон саҳмгузор бошам. аҳли маорифи шаҳри Хуҷанд дар оянда низ бо таҳияи нақшаҳои дурнамо низ баҳри тарбияву ба камолрасонии насли босавод ва ояндасоз азм хоҳанд намуд.